دوستان درود، به لالایی خوش اومدیم. من رها هستم و با هم داستان ضرب المثل قوز بالا قوز رو میشنویم. در روزگاران قدیم اینطور نبود که آدم هر وقت از شبانه روز اراده کند بتواند به حمام برود. آن موقع ها در خانه ها حمام نبود و آدم ها ناچار به حمام های عمومی می رفتند. حمام های عمومی هم فقط محلی برای استحمام نبود، بلکه محفلی گرم برای دور همی ها و خوشوبش ها بود و همین باعث شده بود که حال و هوای حمام های قدیم پر از شادی و نشاط باشد. اما شایعاتی در مورد حمام ها وجود داشت، از این قبیل که حمام ها شبها محل اجتماع جن ها و شیاطین هستند و آنها هم به استحمام می پردازند. افراد قصه های عجیب و غریبی در این باب برای یکدیگر نقل می کردند که بی وقت و بی موقع در آنجا پا نگذارند. روزی قوزی هنگام سحر به حمام می رود. چون داخل می شود مشتریان را می بیند که در شور و نشاط و رقص و پایکوبی می باشند. او نیز به گمان اینکه دامادی را به حمام آوردند ذوق کرده و به شادی و رقص می پردازد. وقتی از حمام بیرون می آید مشت و مالچی به او می گوید من هم عوض رقصی که کردی و زحمتی که کشیدی و 1 ساعت از وقتت را برای ما گذاشتی تو را حسابی مشت و مال می دهم تا خستگی از تنت بیرون رود. سپس به مشت و مال او می پردازد. چون مرد به خانه باز می گردد و به آینه می نگرد می بیند قوزش از بین رفته و راست شده است. زنش ذوق کنان که معجزه شده و قوز شوهرش رفت شده است جشنی می گیرد و همسایه ها را خبر می کند. پس از گفتگوهای بسیار کاشف به عمل می آید که داستان این نبوده مگر اینکه به حمام جنیان رفته باشد. چون آنها عروسی داشتند و او نیز مثل آنها زده و رقصیده و مشارکت داشته آنها هم قوزش را برداشتند و تکریمش کردند. داستان دهن به دهن می چرخد و همه اهل محل مطلع می شوند. در میان شنوندگان قوزی دیگری بوده که وقتی می شنود با خود می گوید چه بهتر که من هم بی موقع به حمام جنیان بروم. در یکی از شبها نیمه شب به حمام می رود. اما از قضا آن شب جنیان 1 نفرشان مرده و عزا داشتند و هر یک در گوشه‌ای زانوی غم در بغل گرفته و گریه می کردند که قوزی لگنی به دست گرفته و به زدن و رقصیدن می پردازد که ناگهان جنیان به سرش ریخته و او را کتک مفصلی می زنند تا ادب بشود و دیگر چنین جسارتی نکند. سپس قوز دیگری روی قوزش می گذارند و او را از حمام بیرون می کنند. قوزی هم با خود می گوید ای وای بدبخت شدم، قوز بالا قوز شدم. از آن روز به بعد این اصطلاح وقتی به کار می رود که کسی مشکلی دارد اما نه تنها مشکلش حل نشده بلکه مشکل جدیدی هم به آن اضافه شده است. گره خوردن کارها و گرفتاری های پی در پی مصداق این ضرب المثل است. دوستان عزیز، اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا از بقیه ویدیوهای ما هم با خبر بشید. ممنون.